السلام علیکم برادران و خواهران عالی قدر. چخیلی که در هفته های گذشته ما مزد مهنت یک هفته اینه رو نشان داده بودیم. بسیاری ها ناراضگی کرده باور نکردن، گفتن که باز یک نوار دیگر کنید که ما از نزدیک آشنا شویم. انا دوستان بینید اینجا یاشقا، نرخ یاشقا که ما میچینیم میسپاریم کلوبنیک یعنی قلفنای. اینجا نرخ و نواهاش در یک هفته در موسم جمعآوری قلفنای نگاه کنید که 514 فونت در یک 514 فونت کار شد. اینجا میبیاد نگاه 514 فونت 43 فونت страховка снимать میکنه یعنی سقورته. 55 فونت налог снимать میکند یعنی که انداز حتما برمیگردد اخیرا. شما وقت از اینجا میروید پیش از رفتن این نلاگ به شما برمیگرد. بود میموند اینجا 416 فونت. از 416 فونت با اینجا 61 فونت برای 60 فونت و 90 کپیک یعنی برای جای خوب برای کاروان میگیرد. در اینجا میموند 355 فونت. 355 فونت تازه میموند. در داخل 355 فونت شما مغازه میروید یعنی مغازه خوراکواری برای خرید. در یک هفته هر خیلی آدم رصد میکنن یعنی صرف میکنن. بعضی آدم 10 فونت 15 فونت 20 فونت 30 فونت 40 فونت تا 50 فونت هستن آدمایی که رصد میکنن خرید میکنن پروداکت یعنی خوراکواری محصولات خوراکواری. انا دوستان بینید فکر کنید پیش از اومدن سوال ها باشد مرمت سوال تید حتما ما جواب میگردانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.